5 تا ژامبون مرغ، 5 برگم ژامبون گوش. تو هر کدوم از قالبام کلی قارچ داره. برو. حالا تو هر کدوم از قالبا یه دیپ پنیر خوشمزه میاد. جانم. بریم برای مرحله آخر. یه پنیر سنگین روی هر کدوم از قالبا میاد. از این برم 2 تا دونه برگر با 3 تا فیله مرغ مزه‌دار شده آماده میکنن. چه ساندویچ. آقا اینم از اصل داستان 2 تا قالب ژامبون تنوری سوپر ویژه. تنها ساندویچی که تو تهران وزنش 2 کیلو 500 گرمه. خیلی بزرگه. ببین 2 تا قالب ژامبون تنوری داره. ببین 2 تا دونه برگر داره. خیلی پرملاته. 3 تا دونه فیله داره. 2 تا دونه هات دوگ هم داره. ساندویچو نگاه کن. 5 نفر رو راحت میزنن. اوه اوه اوه